سلام دوستان، ما امروز اومدیم که در مورد وسایلی که نیاز دارید تا شما بتونید یک تابلو نئون زیبا بسازید و به شما توضیح بدیم. برای این کار شما نیاز دارید به یک نئون 12 ولتی که بهتر باشه، جنس نکس باشه. نگاه کنید، هم تابش خیلی زیاده، هم الیدیاش نمیسوزه، هم شما میتونید راحت تا 1 سال برای مشتریتون تضمینش کنید. برند نکس شامل 13 تا رنگ میشه که برای کار نئون کاری به نظر من همین 13 تا رنگ هم بسه. اما پلاکسی که میخواید استفاده کنید بهتره که پلاکسی تایوانی باشه، هم چسبا راحت روش میشینن، همین که باعث میشه که خوردگی نباشه روش، جای چسب نمونه و خیلی سخت‌تر میشکنه نسبت به جنس‌های ایرانی و در کل خیلی بهتره. لحاظ قیمتی یکم بالاتر هست اما کار شما رو خیلی زیباتر میکنه. شما برای اینکه لحیم کاری نئون‌ها رو انجام بدید نیاز دارید به یک هویه، یک قل و یک روغن لحیم کاری. سعی کنید قلت از جنس بیهاین باشه، خیلی جنس خوبیه. و روغنتون هم که حالا زیاد تو کار نئون کاری زیاد روغن استفاده نمیشه، بیشتر برای کارهای برده، اما اگه باشه خیلی بهتر میشه. و هویه ما یک هویه 40 وات باشه. 60 وات هم تو بازار داریم اما 40 وات ها کار لحیم کاری برای نئون خیلی بهتره، چون 60 وات ها اگه تازه کار هستید سریع جوش میخوره و اگه زیاد نگهداری باعث میشه که نئونتون بسوزه. از 40 وات استفاده کنید بهتره. و یه دونه هولدر هم برای هویتون بگیرید، چون زمانی که دارید سیما رو عوض میکنید، نئون ها رو عوض میکنید، یه جا باشه هویتتون رو بذارید نسوزه. و اگه بتونید یه دونه اسمی داشته باشید که باش هویه رو تمیز کنید، هویه کار لحیم کاری شما خیلی تمیز در میاد. برای اینکه بتونید نئون ها رو به پلاکسی بچسبونید بهتره که از چسب 1 2 3 میتری اپل استفاده کنید. هم سریع میچسبه، هم جنسش خیلی خوبه و باعث میشه که هیچ وقت نئون از پلاکسی جدا نشه. میتری اپل. در سیم کشی تابلوهای نئونی از 2 مدل سیما استفاده میکنیم. سیمای 2500 تلفنی قلندود شده که بهتون نشون بدم. نگاه کنید روش قلم داره، امیدوارم که نشون بده. خب این مدل سیم برای اتصال به نئون ها استفاده میشه و یک سیم دوبل 7500 روشن هم داریم. این برای زمانی که شما موقع نصب میخواید انجام بدید، چون این سیم شفافی هستش غالبا تو تابلوهای شیشه اینا خیلی خوب به کار میره و کمتر دیده میشه و کار ما رو زشت نمیکنه. دوبل 7500 که تو تصویر باز مشاهده میکنید. امیدوارم خوب فوکوس کرده باشه. خب ابزارهایی که برای تابلو سازی استفاده میشه همین 3 قلم جنس هستن. کفچین برای برش نئون و شما سیمو توش قرار بدید. کاتر برای 7-8 زدن، برای جایی که شما به زاویه 90 درجه یا بیشتر نیاز داری و زاویه تندتر استفاده داری، از کاتر استفاده میکنن، برش میدن و زاویه مطلوب رو در میارن. و از سیم لخت کنه کلاغی هم برای قسمتایی که شما سیمو لخت کنید و لحیمش کنید استفاده میشه. منبع تغذیه هایی که برای تابلو نئون 12 ولتی استفاده میشه 2 مدلن، یا پاورن یا آداپتور. پاورها برای کار سنگین‌تر بیشتر استفاده میشه چون فن دارن، طول عمر بالاتری داره، اما آداپتورها برای تابلوهایی که متراژش خیلی پایینه، حد اکثر تا 5 آمپر میتونن مفید باشن و بیشتر برای چراغ خواب و اتاق خواب و اینا استفاده میشه. حالا بگم به ساختارشون نشون بدم. 3 تا قسمت ورودی داره. L برای فاز، N برای نول، سومی برای زمین که خب تو ایران خیلی کم استفاده میشه، عملا استفاده نمیشه و حالا هر منبعی متفاوته، ولی اینجا 3 تا 12 ولت مثبت، 3 تا خروجی منفی داره که شما میتونید تابلوهاشو باهاش روشن کنید. میتونید برای کارهای کوچیک‌تر از آداپتور استفاده کنید. این آداپتورها سری نری داره که شما ازش مادگی رو وصل کنید که خود مادگی هم به 2 قسمت تقسیم میشه: مشی قرمز و قرمز. مشی قرمز منفی و قرمز مثبته. اینو وصل میکنه به تابلو، روشن میشه. اما میگم که حتما باید برای تابلوهایی که متراژش کمتر استفاده بشه. این بود کلیه وسایلی که ما نیاز داشتیم یه تابلو نئونی درست کنیم. حالا در ویدیوهای بعدی من روش انجام این کارم بهتون توضیح میدم که شما هم بتونید تابلو نئونی خودتون رو تو خونه درست کنید. تا درود دیگر، بدرود. بای بای.